سلام گیمرها، آماده اید پا بذارید توی دنیای پر از هیجان؟ توی این ویدیو نوب تو پرو یه بازی خفن از ولو رو براتون آورده که تیراندازی و استراتژی رو قاطی کرده و مغزتون رو منفجر میکنه. اسم این بازی ددلاکه و امروز قراره با همین بازی دیوانه‌وار رو کشف کنیم. بزن بریم. ددلاک یه بازی 6x6 که انگار اوورواچ و 2x2 رو ریختن توی مخلوط کن. توی نقشه بزرگ با 3 تا لین و کلی کم و 2 تیم که برای نابود کردن پیترون دشمن، یعنی یه جور باس قطبی کرد، رقابت میکنه. هر بازیکن یه هیرو انتخاب میکنه، از هیروهای کنترل کننده مثل 7 با نیروی الکتریسیته خفنش تا هیروهای فرز و چابکی مثل لش. هر کدوم توانایی‌ها و سلاح‌های خاص خودشون رو دارن. فکر کن انگار قراره تو نیویورک دیزلپانک یه جنگ تمامی راه بندازه. بازی با لینینگ شروع میشه. مثل تیرانداز حرفه‌ای باید تروپرها رو بکشین و با شلیک کردن به صلح‌های توی هوا اونا رو جمع کنین. ولی حواستون باشه دشمن هم میتونه صلح شما رو دینای کنه، یعنی اولا بدزدتشون. پس باید تیز باشین و نذارین شما رو عقب بندازه و به جای شما سعی کنین صلح‌های اونا رو بدزدین. بذارین بهتون بگم که راه‌های بیشتری هم داریم برای جمع کردن صلح. با زدن کمپ‌ها هم میتونه صلح به دست بیارین. پس اصلا از کنارشون راحت رد نشین. حالا با صلح‌هایی که جمع کردین میتونید برید شاپ و آیتم‌های خفن بخرید. آیتم‌های وپن برای دمج اسلحه بیشتر، آیتم‌های وایتالیتی برای جون و استقامت و آیتم‌های اسپریت برای تقویت تواناییاتون. بعد از 10 دقیقه لینینگ تمام میشه و حالا نوبت هماهنگ شدن با رفیقاتون، پوش‌های عمیق‌تر و حمله به واکرهاست. یک جنگ تیمیه، باید با هماهنگ شید، از زیپلاین‌های نقشه استفاده کنید و برید سراغ مید باس. این قوله وسط نقشه کلی سول میده و علاوه بر اون بهتون یه باف خیلی قدرتمند و این میتونه بازی رو برگردونه. بعدش هجوم به پیترون دشمن، یک لحظه غفلت کنید کل تیمتون وایپ میشه. پس با استراتژی جلو برید، انگار تو فیلم‌های اکشن هست و هیچ جای اشتباهی وجود نداره. اگر تازه واردید اصلا نگران نباشید، به سندباکس برید و از یک هیرو ساده مثل کلوین شروع کنید. آیتم‌های مختلف رو بخرین، اسلحه‌اش رو تست کنین، ابیلیتی‌هاش رو یاد بگیرین و سعی کنید در اونها حرفه‌ای بشین. اونها رو با موومنت خودتون ترکیب کنین و در نهایت این کار رو با چند هیروی دیگه مثل مکینیز که اون هم هیرو ساده‌ایه یا 7 انجام بدید تا بتونید در نهایت برنده رقابت باشید. ددلاک اصلا جای تکراری نیست. همیشه به مینی مپ نگاه کنید و با تیمتون چت کنید. یادتون باشه جمع کردن صلح مهمتر از اینه که فقط دنبال کیل باشید. راستی شما کدوم هیرو رو دوست دارید امتحان کنید؟ توی کامنت ها حتما منتظر جوابتون هستیم. این گیم یه ماجراجویی پر از آدرنالینه که نمیتونید ازش دل بکنید. اگه دوست دارین این دنیای دیزل پانک رو تجربه کنید، یه دوست پیدا کنید که دعوتنامه داشته باشه و بپرید تو بازی. همچنین میتونید به اکانت استیم گذاشته شده داخل کپشن اد فرند بدید و ما شما رو دعوت کنیم. فقط یادتون باشه آیدیتون رو به ما توی کامنت ها بگین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا از آخرین اخبار این گیم با خبر بشید. تا ویدیو بعدی مواظب صلحاتون باشید.